فرشته شریفی 5 سال است که در این مرکز درس می‌خواند. اول زبان‌های فرانسوی و انگلیسی را آموخت و بعد ریاضی. حالا خودش از فن ریاضی درس می‌دهد و هم رسامی را می‌آموزد. این اولین نقاشی ما هست و قسمی که استاد گفتن می‌فهمیم بسیاری از ماها، یعنی بسیاری جوامعی که هستند دو دخترها حق درس خواندن را ندارن، حق تحصیل را ندارن و یا چی در داخل کشور چی در خارج از کشور. و همچنان این تصویر هم نشان میده که یعنی یک دختر مستقل را. ما می‌خوایم یک داستان را از خود بگوییم براتون. ما زمانی که 13 سال یا 14 سال سن داشتم ریاضی می‌خواندم. یک روز استاد ما بر ما گفته که یک دختر نمیتونه که فرض مثال انجینیر شود. ما گفتم استاد چرا نمیتونه؟ که بخاطر از اینکه این کار ساده نیست به یک دختر. ممکن که حتی دیوانه شود چون یک بخش بسیار مشکل هست. ما همون زمان با استاد گفتم یک روز براتون نشان خود دادم که نه تنها یک انجینیر خوب میشم بلکه در پهلوی از این چندین هنر دیگر هم یک جای ساخته باز براتون نشان در اکثر تصویرهای فرشته 21 ساله زنان غمگین تصویر شدند. خودش میگوید تصویرهای او بازگوی وضع فعلی زنان و دختران در افغانستان است. چون جامعه ما همت یک جامعه بوده، یعنی از جایی که ما آمدیم همین شکل بوده. امروز هم ادامه داره، یعنی حقشان زیر پای میشه، نادیده گرفته میشن. نه تنها در بیرون از خانه، در داخل خانه هم نادیده گرفته میشن. اجازه درس خواندن از داخل خانه هم برشان نمیده که بخوانن. بعد تعمیر بنا در این مرکز برای آموزش موسیقی هم شرایط فراهم شد. احمدشاه دولت نظر استاد این فن است. میگوید در افغانستان برای رشد موسیقی شرایط سازگار نبود. در تاجیکستان هم تا آمدن به این مرکز جای تمرین نداشتند. توجه مسئولین بالکل خیلی خوب است. خیلی خوب است برای به خاطر موسیقی. گفتم بیشتر عرض کردم که با ما همکاری صورت گرفته در عرصه جایگاه موسیقی، چون در اینجا ما که زندگی میکنیم ما نمیتونیم در اما جایی که زندگی میکنیم اتاق یا خانه موسیقی بکنیم. بنابراین ما جای بر تمرین نداشتیم. مکتب بروند نمیتونن آزادی خود درست حس. از احمدشاه خواستیم برای ما سرود زمزمه کند. سرود اول او درباره وضع فعلی افغانستان و آن محدودیت‌هایی بود که طالبان جاری کردند. از امید از فردا نمیترسی، میبوسم از در بین طالبها نمیترسی، میبوسم از در ناز تاریکی نمیترسی، در بین عطر وحشی سنجر نمیلرزی، میبوسم از در باغ سوگواری ها. در شهر وحدت که میزبان هزارها پناهنده افغانستانی است، مرکز آموزشی را با نام کورس اسکندر میشناسند. تأسیس دهنده مرکز سال گذشته از تاجیکستان رفت. فعالیت مرکز حالا وسیع شده است. در آغاز اول انگلیسی بود و بعد ریاضی امروز اضافه شد. بعد تعداد مهاجر اینجا بیشتر شد و همکاری خود حکومت محلی و معارف ما را دستگیری کردند که ما تانستیم اینجا زبان ها بیش از 5-6 زبان ما اینجا تدریس میشه. ریاضی، مثلثات، فیزیک، کامپیوتر و همچنان در بخش هنر که یک چیزی است که ما به حد متعلمین اینجا داریم که اونا عاشق هنر هستند. در این صنفخانه زبان انگلیسی می آموزند، هم خردسالان و هم بزرگسالان. هر دو قشر باور دارند که بعد از تاجیکستان رفتن زبان انگلیسی به دردشان می خورد. ادیب رحمان بعد 1 سال آموزش با انگلیسی فکرش را بیان می کند. I have a dream to make Afghanistan and peace in Afghanistan. تصویرهای فرشته، صحبت‌های ادیب رحمان و هم سرودهای احمدشاه تقریباً یک درد را افاده می کند. درد دوری وطن و آنچه بر سر افغانستان آمده است. صدای سرزمین ما دردمند به دوای سرزمین